با سلام خسته نباشید خدمت تمام عزیزانی که فلاح تردینگ و سبک جدیدش BF3 رو دنبال میکنن. چند موردی هستش که توی چارت بیت کوین هستش رو من عددهاش رو برای شما نوشتم که کدوم عددها هستش. از این لولی که اینجا میبینی، از این قیمتی که در این نقطه، حالا تاریخش رو ببینیم 29/1/2024 تا به این نقطه ای که اومده، اتیار حرکتیش رو ما میتونیم اینجا در نظر بگیریم، ببینیم که چقدر بوده این اتیار حرکتی. کاملا درسته و این هنوز به اون اندازه نرسیده. این هم اگه بخواد اینجا بیاد جور در میاد که این نقطه رو بخواد در نظر بگیره. برای مثال این نقطه آبی که این قسمت میبینید رو میتونه به سرعت بزنه، ولی خب اونچنان میگیم ترند عوض نمیشه. ترند فقط یکی دو ماه بخواد اون زیر باشه ترند عوض میشه. اینو ستاب حرکت سعودیه. برای مثال اومده بودیم براتون مثالش رو زده بودیم که میتونه به چه شکل باشه. میتونه یک آن بیاد این نقطه رو حتی بزنه و در ماه بعدی بخواد این حرکت رو انجام بده. یه موردش میتونه اینجوری باشه، چون ما قیمت رو پیش بینی نمی کنیم، ما باید حرکت اتفاق بیفته و از اون حرکت کنیم. وقتی این اتفاق بخواد بیفته ما منتظر سوار شدن در این یکی حرکت هستیم. یه همچه حرکتی هستیم، ولی مایانش رو میتونه این کارم بکنه باهاش. من این سناریو رو بهتون بگم که اگه اوپنش این ورا باشه برای سال جدید، نه یه همچین حرکتی رو هم بکنه. یا حالا هر روز مونده، 5 روز مونده، تو این 5 روز خیلی جالبتر میشه اینجوری بشه حرکتش. یعنی سالیانه و ماهیانه رو اینجا باز کنه، اینجا باز کنه و در نهایت شما یه همچه حرکتی رو بخواین داشته باشید. علتش به خاطر این قسمته که مصرف نشدن. اینا مصرف شدن، اینا مصرف نشدن. میتونه این باشه و بعد اون ما میتونیم حرکت بالا رونده رو داشته باشیم که لول هاشو زدیم. یعنی زیر این بخوره، اینجا نقطه درستشه بین 80 670 تا همین 78 که ما زدیم. بعد اینجا رو باید بشکنه، اینجا استرکچر عوض میکنه رو 106 500. بعد میتونه دوباره بیاد، دوباره اینجا ریاکشن خواهد داشت. بعد این نقطه میمونه، نقطه 140,980 که
39,500 رو ما در نظر میگیریم و اینجا هم مشت سازیشو بکنه. اگه برنگرده پایین، برگرده پایین اوضاع خراب میشه. برنگرده پایین، تارگتاش به ترتیب لولای بالا هستش. 160 هزار رو 168 هزار تا و در نهایت 225,300 تارگت فراکتالیش هستش. ولی بعد از اون میتونه یک رشد بکنه و در بعد رشد بعدیش مارکت اون اصلاح عظیمش رو بده. چرا؟ علت این که ما یک حالت زمانیش همیشه به این شکل، یعنی شما اینقدر حرکت میکنین، بعد این رو زمان صرف میکنین، بعد این که نقطه سهش هسته. حالا شما یه دایره داشتید که 1 2 3 4 5. حالا میایم اینجا رو محاسبه میکنین، این میشه 1، این میشه 1، میشه 2، این میشه 2، این میشه 3. شما 1 2 3 از این ور، 1 2 3 از این ور که جمع کل این میشه 1 2 3 4 5. فرکتالش مثل چی میمونه؟ انگشت شما، دست چپ دست راست. 1 2 3 4 5 که از انگشت شستتون شروع میشه به پایین. حالا اون یکی دستتون رو بذارین برعکسش شمرده میشه. دقیقا موج 5، موج 3 فرکانس اصلی و مرکزیت هستش که تارگت محسوب میشه و بعد اون موج بخواد به پایان برسه به اندازه 4 5 حرکت. ولی تارگت اصلی رو ما اینجا در نظر میگیریم و اینا لیول های بعدیش هستش. حالا اینجا رو احتمال میدیم شاید حالا این زیر بخوره، اینجا بخوره مشخص میشه. ولی حالا این قسمتی که دایره رو میبینید ممکنه با سرعت بیاد اونجا رو هم بزنه و این نیست. حالا ما این کار رو میکنیم، میگیم خب ما بالای اینی 100 ما لانگیم، اصلا تو فکر شورت هم نیستی، اصلا اینجا بریزه این کار، این ریزه خورده ها رو ما کار نداریم. پس میشه اینجا منتظریم که تو این ستاپ بگیریم، به ما میگه لانگ. بعد اینجوری هم بازم ما محاسبه کنیم، چون لانگ بالای این هست. ما فرکتال بهتون چجوری گفته بودیم؟ گفتیم اینجوری بعد حرکت نه اینجوری باشه. خب این حالت ستاپاشه و چیزی که ما از اینجا میخوایم زیر این خورده سرچر حرکت، یا اینکه بیاد بزنه برگرد استراکچر بیاد حرکت بکنه. چه حالته؟ ما همیشه باید میستیم که این اتفاق بیافته، یا اینجا بخوره اینجا بخوره. کاریش نداریم، یا اینجا یا اینجا. بعد از اون تصمیم میگیریم که مارکت لانگ کنیم، نه به خاطر که مارکت چون شورت و این چیزا. ما باید نگاه در BF3 که پابلیکش نکردم، اینه که ما به دنبال پرایس اصلا چه اتفاقی میفته کار نداریم. اینه درست کرد، حالا ما چیزی که ازش میخوایم رو میخوایم. از اینجا رفت بالا، یعنی کارش نداریم. اینجا باید ببینیم چه اتفاقی میفته. ولی این زیر رو ما میخوایم، این تیکر زیر رو میخوایم، حداقل بده تکلیف ما باشه. میشه اینم عددهای مهمش که براتون گذاشتم. تا ویدیوی بعدی دوستان، خدا نگهدار.